سلام، حالتون چطوره؟ یوتیوب چنلم رو واسهتون نوشتم اینجا. امروز فکر میکنم که روز 75 74 نمیدونم چه روزیه که داریم واسه کنکور میخونیم و امروز 14 اسفنده، روز دوشنبه. اول از همه هم که سراغ شوکولا میریم و یه چیز جدید این که برعکس ولاگ قبلی این ولاگ نزدیک به تقریبا 29 دقیقه است و خب سعی کردم که یکم طولانی تر بشه که ببینم که حالا بازخورد چطوری میشه. یه فرقی که این ولاگ داره اینه که بیشتر جاها سعی میکنم که صحبت نکنم و شما تایم اصلی من رو ببینید و اینکه تایم اصلی منظور اینه که از هر پارتی حداقل 5 دقیقه اول رو ببینید و اینکه صحبت نمیکنم، با موسیقی لذت ببرید.
خب پارت اول درسیم زیست شناسیه که خب البته پارت اول محسوب نمیشه، چون که من خیلی زودتر از اینا شروع میکنم، یعنی همون صبح که دیگه بیدار میشم یه مروری روی خلاصه ها و نکات هم دارم. ولی حالا بخوایم تایم اصلی و پارت اصلی شروعش رو بخوایم بگیم همین ساعته، تقریبا ساعت 8 9 اینا. دیگه اینجا رفتیم سراغ مرور فیزیک و فصل به فصل باید که تست بزنم. الانم فصل فصل 2. آره فصل 2 فیزیک رو تست زدم، فیزیک 10.
از اینجا به بعدم که دیگه میریم سراغ تستای ریاضی. تست کاربرد مشتق رو باید میزدم، تابع 10 رو باید میزدم و از هر فصلی حدود 30-40 تا تست زدم. و خب یه چیز دیگه هم بگم که من بین هر پارت مطالعاتیم تقریبا 15 الی 30 دقیقه استراحت دارم. تا الان که هر چیزی که نشونتون دادم تا ظهر بوده، دیگه بقیهش دیگه میشه تایم بعد از ظهر، یعنی دیگه از ساعت 1-2 به بعد. از وقتی که من شروع کردم کنکور خوندن، چای شده یار همیشگی من. یعنی قشنگ زمان بندی داریم. صبح یعنی تا قبل از ظهر چای باید بخورم و بعد از ظهر باید حالا یه کافی، نسکافه، نمیدونم قهوه، یه چیزو باید بخورم. هر روز روالش همینطوریه. یه چیزی هم راجع به میان وعده ها بهتون بگم. ببینید تا جای امکان اول اینکه سعی کنید یه بطری آب کنارتون باشه. یعنی اینکه هی برید بیرون، هی یه لیوان آب بخورید بیا، اینا حواستون پرت میشه وسط درس خوندن. اینا همیشه یه بطری آب کنارتون باشه. مورد بعدی، میوه، مغزیجات، اینا خیلی زیاد بخورید. سعی کنید کلا چیزای مقوی بخورید توی حالا بین پارت‌های استراحتتون. من تا جای امکان حالا توی اون 15 الی 30 دقیقه‌ای که دارم استراحت میکنم میخورم، مگر اینکه از تایم استراحت من بگذره و کم مکان درگیر درس باشم که اونو دیگه میذارم کنارم، هر از گاهی برمی‌دارم میخورم، ولی بدون حواس پرتی. اگر که شما هم چنین حرکتی میتونید بزنید هیچ اشکالی نداره، ولی به شرطی که حواستون پرت خوردن و اینا نشه.
دقیقاً اینجا که دیگه شروع کردم واسه یه تستای کاربرد مشترک. به کل من تایم استراحتم هم رفته بود، اینقدر که درگیر تستای تابع بودم و حالا کنارش برنجک این چیزا گذاشتم که حالا همینطوری شروع کنم خوردن. و ببینید تایم اون خوردنه 5 دقیقه 10 دقیقه هر اینطوریه، یعنی اونقدر طولانی نیست و شما کماکان درگیر درسی. اگر که فردی متمرکز هستین و حواستون پرت نمیشه هیچ اشکالی نداره که این کارو بکنید. واسه یه تست زدن من قبلا هم بهتون گفتم ببینید تا جای امکان سعی کنید که جواب تست هاتون رو، یعنی موقع حالا حل کردن یا حالا هر چیز، توی یه برگه جداگونه بنویسید و حالا اگرم که تستی رو نتونستید حل کنید اون تست رو مارکدار کنید. زمان مرورتون میری شما یک عالمه تستای مارکدار و آماده شده دارین واسه یه حل کردن. خیلی اینطوری خوبه. البته که اگر کتاباتون مال خودتونه، اگر که امانتاً شما باید هم موقع حالا تست آموزشی یا تالیفی هم موقع تستی که حالا قراره مرور کنید هر 2-3 مورد رو توی کاغذ جداگونه بنویسید. به هر حال یا امانتاً یا از دوستی آشنایی کسی گرفتین یا از کتابخونه گرفتین، خلاصه که خودتون حواستون باشه. خب اینم که مشخصه کتاب تست زیست 10، 11 و 12. خب از اونجایی که من تست های همه این استپ‌های رو زدم، البته به صورت مبحثی، الان دیگه موقع مرور و این چیزاست. الان قراره که یه تست کلی اول از 10 بزنم و از اونجایی که حالا من یه بسته‌بندی از تست های کلی 10 نداشتم، این کتابی که دارم اینطوریه که پایان هر فصل یک آزمون کلی از اون فصل داره. حالا جدا از اون سوال تست هایی که گفتار به گفتاره، اینطوری یه آزمونی هم داره. حالا من اومدم هر 7 فصل زیست 10 رو از اون آزمون تقریبا 5 تا تست زدم و اینطوری در کل از تست 10 من اومدم انگاری که یه 35 تا 40 تا تست زدم.
و باز هم همینطوره، فردا مرور 11 پس فردا مرور 12 و بعد دوباره فصل به فصل، چون که از قبل هم آزمون فصل به فصلش رو زده بودم و الان خواستم یه مرور کلی داشته باشم. روال کارش فعلا اینطوریه. خب از اونجایی که ما الان اسفندیم و نزدیک به کنکور اردیبهشته، من تقریبا هر روز یا یه روز در میون یا هر طوری که تو برنامه‌ام باشه یه مروری روی کنکورهای سال قبل دارم و اینم الان تست زیست 99 کنکور خارج. زمین شناسی یعنی درسی که من عاشقشم و اینجا قراره که تقریبا 50-60 تا تست از فصل 5 بزنم. ببینید این درسته که میگن که اگر که حالا مثلا رشته داروسازی میخوای حتما باید زمین شناسی رو زده باشی فلان، ولی الان دیگه حذف این درس کاملا به ضررتونه. شما قبلا دروس عمومی هم توی کنکور داشتید و حالا با اونا یه طوری جبران میکردید که حالا انشاءالله رشته‌های پزشکی یا پیره رو قبول بشید یا حتی فرهنگی هم. ولی الان که فقط شما دارین 5 تا درس تخصصی میدین، ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست و زمین شناسی، اصلا نباید از این درس بگذرید، حتی اگه هدفتون داروسازی نیست. و به نظرم اونقدر میتونه که تراز شما رو بکشه بالا و رتبتون رو کم کنه، پس اصلا ازش ساده نگذرید و تا جای امکان سعی کنید که کار کنید حتما. تا اینجای کار ممنونم که چنلم رو سابسکرایب میکنید و این ویدیو رو لایک میکنید.
اگر واسهتون سواله که اینجا کجاست، ما یه اتاقی که روی پشت بام خونه یکی از آشنایان داریم و با دوستم همونجا درس میخونیم هر روز بدون اینکه کسی رفت و اومد کنه، مزاحم بشه، سر و صدای بیاد، هیچی. و واقعا مکان خوبیه، خدا رو شکر. الان تقریبا 2-3 ماهه که اینجا داریم درس میخونیم و خیلی خوبه. فضای اینجا رو من راستش بهتر از کتابخونه دوست داشتم، حالا به دلیل اون اذیتایی که شدم و توی ولاگای قبلی گفتم. امروز انقدر هوا گرفته و بارونی بود، اینجا ساعت 6:30-7 عصره و من مشغول خوندن فیزیکم. مرسی که همراه هم بودی. تا ولاگ بعدی، خداحافظ.